درود میگویم به شما بیننده‌های عزیزی شبکه سفینه، چون همیشگی این وقت و ساعت رسیدیم به دیدار همدیگر. این برنامه با لذت ترین تلویزیونی سفینه یعنی لذیذ است. لذیذ با جمشید. در برنامه‌های پیشتر شما البته دیده بودید که ما مهمون‌ها رو از کشورهای گوناگون نیز دعوت می‌کنیم. امروز باز یک تن از مهمانان بسیار عالی قدری ما هستند از کشور افسانوی هندوستان. اینم باشد خانم جین پلاوی هستند. السلام علیکم. Hello, welcome to our program. Hello everyone. Assalamu alaikum. Namaskar. I am Palavi. My husband is here. With you? Yeah, he's everywhere? with me. Yeah, he's Okay. always everywhere with me because he's my ultimate support. Yes. So he's working here and I just have come to meet him here. So when I came to the first time to Tajikistan, I come to know that Tajiki people love Indian cuisine and culture. Yes. So Indian cuisine, Yeah. culture, songs, movies, everything. Yeah. I just come to know that. Okay, thank you. دوستان عزیز، خلاص من کوتاه ترجمه میکنم که چی گفتن خانم جین پلاوی. یعنی که میگوید که تشکر زیاد، سلام علیکم، بسیار خوشحالم که در اینجا هستم و من خوب میهمان هستم در تاجیکستان، چون شوهر من، همسر من کار میکنه در تاجیکستان. از همین لحاظ با دیدن خب شوهرم آمدم و امروز یک خوراک بسیار لذیذ آماده میکند. خب پلاوی، what kind of dishes can we prepare, can we cook today? Yeah. کدام خوراک رو امروز ما آماده میکنیم؟ گفتیم از پلاوی سوال کردم. خب. I have chosen 2 dishes. Yes. Because the ingredients which we are going to use in these dishes are easily available in Tajikistan. So later on also you can make it perfectly in Tajikistan. Very good. خب پلاوی چی میگوید؟ پلاوی میگوید که محصولات هایی که در اینجا هستند همشون در تاجیکستانی ما هستند. یعنی که از محصولات های آماده میکنند که اینها رو شما میتوانید از تاجیکستان، از همین مغازه و بازارهای تاجیکستان دسترس کنید. Thank you. And the name of this dish is Kadhai Panir. Am I right? It is Kadhai Panir. Kadhai Panir. Because we made it in a Kadhai or pan. Generally we call Kadhai is a pan which we use in India. Very big. Yeah. دوستان عزیز، کدهای پنیر چی است؟ پنیرش این پنیری که ما استفاده میبریم. کدهایش باشد اگر شما اهمیت داده باشید در انمون هندوستان آماده میکنند، انمین توبه میگوییم ما و کلانتر است و آماده میکنند در آن. انمین نام دارد کدهای، یعنی که پنیری که در کدهای در انمین توبه آماده میشود نام دارد کدهای پنیر. What kind of products and spices can we use in Kadhai Panir? Actually, for the user's convenience, I divided this recipe into 4 parts. 4 parts. Yeah. Okay. یعنی که برای فهم شدن این خوراک، خب پلاوی 4 قسم به 4 قسم تقسیم کردند آماده کردن این خوراک را. Yes. Yeah. So the first step is Kadhai masala. We will prepare Kadhai masala. For that, we need 3 tablespoons of coriander seeds. کریاندر. Yeah. خب کریاندر استفاده می‌بریم در اینجا. خب This is coriander. نیم قاشق. Yeah. 7 سپون. No, 3 tablespoons. اوکی. 3 tablespoons اوکی. coriander seeds. 3 قاشقچه چای. دوستان من گفته بودم در برنامه گذشته که قاشقچه چای هندوستان چگونه است؟ بسیار مایده است. خب در اینجا با قاشق کلان استفاده می‌برند. یعنی که 3. یعنی 3 قاشق کلان کریاندر. بعداً 5 to 6 black pepper. خب در اینجا زنجبیل سیاه میگوییم، به مانند مورچه است استفاده میبریم. خب 2 de-seeded red chilies. یعنی که قرنفل زنجبیل بسیار هم تیز، 2 دانه. You can change, increase or decrease the amount of red chilies as per your taste. اوکی. موافق طبع و ذوق شما میتوانید که انمین تیزی رو کمتر استفاده برید یا زیادتر. هر کس میتواند موافق ذوق و طبع خودش کند. Yes. Now in this pan we will dry roast all these ingredients. خب در همین توبه ما انمین چی میگویند خوکه ها رو چیکار میکنیم؟ خوک یا خشک میکنیم. Yeah, we'll. Okay. We have from 1 till 9. Okay. Which one? On a medium flame. Medium. 4. So 4. 4. از 1 تا 9 از درجه گرم شوی انمین. So for 2 to 3 minutes till the time a beautiful fragrance or aroma of masalas comes, till the time we have to roast it. اوکی. خب طول 3 دقیقه که خشک میشود باید که ما کمک چیکار کنیم؟ خشک کنیم و آمیخته کنیم تا خشک شویش انمین 3 4. Is it okay? Yeah, it's okay. 4 is okay.
акнун мекобем ва фақат зуд кофта меистем. Барои чӣ? Барои он ки дӯстони азиз бояд ки насӯзад. Yes? Yes. Okay, be careful, Now, yeah? we have to be careful while we are roasting it, because if we will not stir it completely, then it will burn. خب دوستان عزیز اکنون بلندتر. High, yes? Yes. 5. That's okay. That's okay. That's باید با دقت شد، زیرا اگر ما اهمیت ندیم میگوید خانم پلاوی میسوزد و خوراک ما بمزه میآید. It will not if it burns, not delicious. It will not yes? taste. Okay. It will not taste Thank good. you, thank you. You're very just very active. I am very happy, and I Same think here. that besides cookery ability, you have just different kind of abilities. I like singing, dancing, gardening. These are my hobbies. Very good. دوستان عزیز من گفتم که شما بسیار یک نفر خوب فعال هستید و من باری دارم که در برابر آن همین آماده کردن پختن. های. Yeah, no, we need to off. اوکی off. در برابر اون کردن شما دیگر قابلیت نیز دارید. گفتن که مشغولیت‌های من، مشغولیت‌های دوست داشته من این رقص کردن است، سرود خواندن است و دیگر مشغولیت‌های زیاد. خیلی خوب در دوام برنامه خواهیم فهمید. So, the next step is the masala is now ready. Ready. So we will just cool it for some times, and then we will grind it in a grinder. Okay. And make a fine powder out of it. خب الکی آماده شد. 2-3 دقیقه که کوفتن الکی خشک شد و بعد از اونی که خنک میشود دوستان عزیز آن را میده میکنند، یعنی میده میکنند و میگذاریم با دیگر چی میگویند دیگر قدم. Okay. So now for the second step we will take 2 tablespoons of oil. قدم دوم دوستان 2 قاشق روغن میاندازیم در توبه. So now we will add 3 medium size of onions in it. خب 3 دانه پیاز رو الکی پیازهای حجمشون میانه رو الکی میده کردن و واردی همین توبه میسازن. We are actually making gravy, onion tomato gravy for the sabzi. So we have to saute it for the little while. کمک ما میزیربونیم میگوییم در زبانی ما. So Mrs. Palavi, how many kinds of national Indian dishes can you cook? It's very interesting for me. Very many. Yeah? Because we are basically Jain community. So we generally eat, we don't eat non-veg, like meat, fish, egg. We don't eat all these things. Okay. We eat only vegetarian food, so we make food at home. Okay. So you're vegetarian, yes? Yeah, actually. Very good. Thank you. So دوستان عزیز خانم پلاوی چی میگن؟ با اصطلاح ویگیتریان هستند، یعنی اونها محصولات گوشتی رو استفاده نمیبرن، فقط از سبزیجات ها استفاده میبرن و من فکر میکنم که این خیلی خوب است. برای چی؟ برای اون که اگر که 6 is okay. Yeah. خب میگن که خوراک‌های زیاد رو آماده میکنند و فقط از محصولات‌های تر و تازه بغیر از محصولات گوشتی. Very good. Thank you. Thank you. You use very healthy products. Yeah. Thank That's why I have chosen this milk product, because we wanted to make it little milk special. Thank you. So now we are adding garlic? 1 tablespoon of garlic into it. خب یک قاشقچه سیر پیاز رو الکی اضافه کردند and 1 tablespoon of ginger, crushed ginger. ایمبیر است که ما با علامت اصل در برنامه گذشته شهرت‌شاه رحمت اللهیف استفاده بردن چای کردن با لیمو، ایمبیر و عسل. So we will continue to saute it till it becomes how many minutes probably 3 to 4 minutes. Okay. تقریبا 3-4 دقیقه بیریان میکنند و I know that Indian cuisine is very rich. Yeah. But I like Indian cuisine, different kinds of dishes. Yes. And I tested chicken besides masala chole. Very good. Yeah. Thank you, Mr. Kapoor, Mr. Kumar. It was very delicious with bahature. Yeah. And also I've been in one Indian festival. I tasted their Panir chicken. Was very delicious. Oh wow. But masala chole was very spicy. Yeah, it is. Same. This Kadhai Panir is also going to be spicy. So it is my request to all of you. If you want to reduce the amount of chili, you can do that. Okay.
خب دوستان عزیز میگن که این خوراک نیز بسیار تیز بشود. خب زیرا خوراکای اکثریت خوراکای هندویی تیز هستند و میگن که اگر شما خواهید زیادتر استفاده برید خب این تیزی رو. Now this is ready. Enough? And yeah. Now we are putting 2 medium tomatoes, cut it in cubes. اکنون آماده شد گفت پیاز خانم پلاوی و 2 پامیدور رو میده کردن، پامیدوری حجمش میانه و داخل کردن در این خوراکی ما. So I told we will saute it till the time they become little meshy. کمک میکنیم. This is Palavi. When I tasted masala chole, for me it was very spicy, but Mr. Kumar and Kapoor told me that listen, Jamshed, it's not very spicy. For If you use very spicy, maybe you will be you will jump. Yes. You will jump to the room. But I danced there. I know. I have seen the show. Thank it was you. a very fantastic show. Everybody must watch that actually. Okay. دوستان عزیز من گوش میکنم با سخنان پلاوی. من فکر میکنم که من در فیلم هندویی هستم. بسیار انم خیل با انمون لحن شیرینی هندویی با زبان انگلیسی گپ میزنند. So now our tomatoes are also a little meshy. We are cooking it for around 3 to 4 minutes again. تقریبا 3-4 دقیقه بیرون میکنیم. Yeah, they're meshy now. Okay. At home, for your husband, for your children, what kind of dishes can you use often? Generally, we eat chapati, rice, dal, different kind of dal we eat. Cereals. Yeah. Okay. Pulses we use. Pulses. So in every day, we generally eat that only. You're vegetarian and you're trying that your husband and your children be vegetarian. No, they are also vegetarian only. Yes? Yes. First of all, at first in your family, who became vegetarian? I think you. And they said, listen, stop. From this moment, we can't eat any kind of meat. Did you understand me, husband, children? They say, yes, of course. No. Am I right? No, not at all. We never say this to anyone. Okay. I never force my husband for anything. I am joking. He is free to do anything. Yes, of course. So, and same for the kids. Actually, we belong to such a community. Our religion is such. Religious community, okay. Yeah. So, our religion is such that we are, from the childhood, we haven't seen this. Okay. So, دوستان عزیز گفتم که من شوخی کردم پلاوی را گفتم که البته اولین شده کی در خونه‌تون پرهیز کردند تماما از محصولات گوشتی شاید من گفتم شما بودید و گفتید به شوهرتون و فرزندانتون که تمام از امروز اعتبارا ما تمام یگان نوع محصولات گوشتی را استعمال نمیکنیم. گفتن نه هر کس آزاد است. آنها میتواند کدام نفری که میخواد استعمال کند کدام نفری که میخواد استعمال نکند اما ما استعمال نمیکنیم یک جویا. So now this gravy is ready. Ready? Yeah. So دوستان الکی آماده شد. We need to cool it again and grind it in a fine paste. Okay. اکنون ما کمک میمونیم که کمک چی میگویند خنک‌تر شود. Can I turn it Yeah, off? turn it off, right. So We'll take it out in a plate. Plate. Okay. What kind of plate? It is okay. Big plate. Okay. So اکنون میگیریم با لالی خب مخصوص با لالی مخصوص میگیریم. قدم دوم بود دوستان. قدم اول گفتیم که در اینجا زنجبیل تز سرخ رو گرفتیم. بعداً دو نوع انمون خوکه ها رو گرفتیم. خشک کردن یک جویا کردن و بعداً گرفتیم پیاز رو تقریباً پیاز رو 3-4 دقیقه زیر بوندن در روغن. بعداً پامیدور رو چیکار کردن ایلاوه کردن. موافق طبع و ذوق شما میتوانید یا زیاد کنید یا کم کنید. امروز for how many people can we are you exactly you're gonna to It is prepare? for 4 to 5 servings. For 4 to 5. or 5. 4 or 5 you can use. برای 4 و 5 نفر امروز پلاوی آماده میکنید. Okay, the next step is next step is we will make the seasoning of this vegetable. Actually, Kadhai Panir is a vegetable which we generally eat with roti, rice, and it is with gravy. So you can eat it with rice, any kind of rice. It may be biryani, it may be jeera rice, it may be steamed rice, or any kind of bread like naan, tandoori roti, normal chapati. You can eat it with anything. Fatir. Yeah. خب okay, understood.
акнун қадами дуюм дӯстони азиз чи аст? Қадами сеюм аниқтараш. Хуб, сабзавотҳоеро ки мегирем, ки онҳоро метавон бо биринҷ истеъмол кард, яъне биринҷи ҷӯшонида шуда, хуб дар об ҷӯшонида шуда ё ин ки хуб бирён карда шуда ё дар равған, дилхоҳ, бо дилхоҳ биринҷ. Окей. Again, we are for the third step, as we are making the seasoning, we will again take 2 tablespoons of oil. خب باز کمکی دیگر روغن میاندازیم چون الکی بریون کردیم روغنش در اونجا استفاده شد رفت و Now we will add 1 cubed cutted medium size onion. خب اکنون ما یک پیازی رو که 3 کنجه میده شده است وارد میکنیم با توبه و قرنفل بلغاری. 1 capsicum or bell pepper you can use. This is medium, yes? Yes. 5 or 4? 4. خب بریون میکنیم how many minutes? Maybe 2 or 3 minutes, yes? It will take 2 minutes only. تنها 2 دقیقه رو در بر میگیرد. The vegetables should be crunchy, so it will taste very good in the sabzi, which we are going to make Kadhai Panir. It will be crunchy, so it will taste good. Okay. خب ما تا حد بریون میکنیم پیاز رو که کمک سرخچتاب شود و برای استعمال کردن بسیار بسیار لذیذ و بولذت میآید. اکنون دوستان عزیز من سوال میکنم از زندگی و how many children do you have? I have 2 sons. 2 sons. Very good. 2 lovely sons. And thank you so much. How many days are you here? How many months maybe in Tajikistan? Yeah, I have here I have spent 3 months here. Okay. And I really like Tajikistan. I asked this question from Mr. Kumar and Kapoor. What kind of Tajik dishes did you like? I like kurtob. Kurtob. Yeah, I like that the most. Okay, thank you. دوستان من سوال کردم که چند وقتی که در اینجا هستید کدام خوراک تاجیکی را شما دوست داشتید؟ گفتند که kurtob. Because it has got a lot of cheese. Yes. Good. So I liked it. Thank you. خب قروتاب چون گفتن که استعمال نمیکنن محصولات گوشتی رو البته قروتاب محض برای کی است؟ جین پلاوی. بار دیگر میگم دوستان نفران که نه و کک به شبکه سفینه پیوستند خاطر رسان میکنیم که شما برنامه لذیذ با جمشید رو تماشا دارید. میمونی من هستند از هندوستان جین پلاوی خوراک بسیار لذیذ آماده میکنند نام دارد کدهای پنیر که محصولات رو الکی گفتیم میگذاریم با Now we will add tomatoes. This is 1 tomato cut in a cube. یک پیاز یک قرنفل بلغاری و یک پمیدور الکی اضافه کردن و باز کمک 1 یا 2 دقیقه بریون می شود. بسیار یک بوی زیبا لذیذ همین کاکائو خوشبوی کننده آشخانه ما رو فرا گرفته از دوستان عزیز. من خودم رو در هندوستان احساس کرده ایستادم و البته در دوامی برنامه خواهیم گفت که امروز یک سرود خیلی زیبا می سراید جین پلاوی. Yes. Very good. I'm sure you're going to love this dish and certainly you will make it again. Okay, thank you. So now we will add 250 grams of paneer into it. Okay, دوستان من یک چیز رو برای شما میگم که پنیری که امروز پلاوی استفاده میبرد هر گونه پنیر نیست. فقط یک نوع پنیر است. پنیر است که بله در زبان هندویی نیز پنیر میشود. در ما نیز پنیر چون گفتیم که زبان ها نیز یک است. بعضی کلمه ها یک خیله هستند. پنیر هست ادگه است که میگویند اگر انامین نو رو شما اگر خریداری کنید چی میشود؟ خیلی عالی میآید این خوراک یعنی خوراک نام دارد کدهای پنیر. Right. Now it is done. It's done. The third step is also done now. Thank you. It will be like this. Yeah, you're cooking very fast. And thank you so much. دوستان من خواهش میکنم از نواربردار بینید زیبایی رو بینید. بسیار زیبا است. پیش از آنی که خوراک رو اگر استعمال کنیم دوستان در برابر بالذت بودنش در برابر با سلامتی فایده داشتنش باز مهم است که بسیار و بسیار نمای زیبا داشته باشد. Now we will keep it aside. So now the fourth step is mixing everything with the gravy. Okay, this is fourth step. Okay? Yeah, this is the fourth step. Okay. I need the 3 قدم رو گذاشتیم الکی چیکار کردن الکی شما دیدید و قدمی چهارم این است که همه اینها رو ما یکجا میکنیم و آمیخته میکنیم. But for that I need to grind these 2 things. Okay. باید که همه اینها رو چیکار کنیم؟ خب اسباب مخصوص است. میده کنیم. خب. It's not till now it is not hot only. So, you told me that you like to sing. Yeah. Okay, if you want, you can sing just your traditional
classical songs, I mean Indian songs. Yes, I can If sing you that. want any very popular songs from Indian movies, Yes. which our people like very much, Indian movies. Yeah. First of all, I will ask you, which song do you like? The Okay. most Indian. I like just Tanhai, Tanhai, Tanhai. Wow, you sing well. Yes. The second is Sarakachu Lume. Zara sa jhoom lo main, are na re na re na. Zara sa ghoom lo main, are na re na re na. A tujhe choom lo main, are na re na bana. Main chali banke hava, Rabba mere manu bacha. خیلی خوب سرایت خانم جین پلاوی. اکنون دوستان عزیز قسمت دیگر اینم باشد از اینجا میگیریم این رو همش رو آمیخته میکنیم. گفتیم که پیاز، پامیدور و مبداهای خوشبو کننده بود، سه نوع بودن، همش رو آمیخته کردن. گفتم که جین پلاوی یک خوراک بسیار لذیذ آماده میکند. باور کنید دوستان عزیز، من به محبت به تعریف میگویم که بویش الکی برمشون میرسد و آدم با احساسات داده میشود. بعد از اونی که سرود خواندند جین پلاوی، من فکر میکنم که خوراک بسیار لذیذ میآید و من به صبرانه انتظارم که تستر چشم این خوراک رو. Yeah, so we will make it fast now. Okay. Okay. So بگذاریم با قدم دیگر. So for the fourth step, we need a pan in Okay. which we are going to take 5 tablespoons of oil. 5 قاشق کلان روغن رو میاندازیم در قدم نوبتی. So this is for what? This is for the gravy. Finally we are making Okay. the یعنی Kadhai که این paneer. برای انمون قدم آخرین است دوستان عزیز، قدم آخرین است و When the heat is when the Become hot? oil become hot, Yeah. we will put the gravy which we have made in second step. اوکی. بعد از اون که توبه گرم می شود روغن، ما علاوه میکنیم محصولاتی که در قدم دوم چیکار کردیم؟ استفاده برده بودیم، یعنی پیاز و پامیدور رو و بسیار یک نمایی به خود it takes Yeah. very just It will, good color. It will take around 4 to 5 minutes to cook. اوکی. 4 یا 5 دقیقه ما میکوبیم. 4 is okay, yes? 5. We need to cook it on a medium flame. اوکی. ما باید که در حرارت میانه این رو آماده کنیم، زیرا نه پست باشد نه بلند. Yeah. اوکی. Now we will add half teaspoon of cumin seed into it. Cumin seeds. زیره استفاده میبریم کمک زیره استفاده میبریم. یک قاشقچه نیم قاشقچه Yeah. زیره استفاده میبریم. We will cook it for 3 to 4 minutes at least. 3-4 دقیقه دوستان عزیز. So it will become non-sticky. It will بله. not stick on this pan. خب تا انمون حدی که سخت نشود و نچسبد در توبه. و ببینید دوستان عزیز که خوراکایی که هست در اینجا محصولات گوشتی استفاده نمیبرند و بسیار خوراک با سلامتی فایده آور هست. Yes. Thank you. Most welcome. Okay, It's okay. my pleasure to be here actually. What is thank you in Indian language? Dhanyavad. Dhanyavad. Yes. Okay. At the beginning of our program, you told namaste and nama what? Namaste. And the other, you told me Namaskar. Namaskar. What is namaskar? Namaskar means same. Namaste. اوکی. من در اول گفتم که از سوال دادم با خانم پلاوی که در آغاز نمسته هست، من میدونم و نمشکر گفتن. همون گفتم که چی است ترجمهش؟ گفت یک سینونیمی نمسته، یک سینونیمی سلام است. Yes, actually. پورا آمیخته شد همین محصولاتو چیکار Now we میکنیم؟ will add this Kadhai masala which we made in the first step. Yes. در قدم اولی که ما استفاده بردیم گفتیم که زنجبیل بود، دو نوع خاک‌های خوشبو کننده بود و اونها رو که میده کردم پورا، فرصت اون است که وارد میکنیم با همین محصولاتی که طول 4 دقیقه بریان شد. بعد از اونی که میده کردیم پیاز و پامیدور رو در قسمت دوم بود، اگر شما در خاطر داشته باشید. Keep on stirring it, otherwise it will burn. میکوبیم دوستان عزیز، تون اگر کوشش کنیم که باید نسوزد، زیرا خوراک لذیذ نمیآید. Now we will add 1 teaspoon of turmeric powder. Sim the flame. خب. Slow the flame, please. Slow, yes. Yeah, 5.
5 is okay? Okay. It's 5. Yeah. Okay. So, در حرارت میونه همش باید باشد، نه بلند نه پستر. اکنون بعداً خوب میاندازیم. Now we will add half teaspoon of نیم chili قاشقچه powder. Chili خب، powder. بله، خوکه قرنفل سرخ رو، خوکه قرنفل سرخ رو ایلوه میکنیم. Yeah, this chili is actually degi mirch we call, because degi mirch. دگی مرچ. It give a very good color to the sabzi. It will give a very good color to the gravy. اوکی. یعنی که میگن که همین قرنفلی که ما گفتیم قرنفل سرخ، آنها دگی میگویند. این یک رنگی به خود خاص رو میدهد به همین خوراک ما، رنگش رو بسیار طبیعی و زیبا میکند. So now we have to cook it again for 2 to 3 minutes. 2-3 دقیقه دیگر ما امکان میدیم و میکوبیم این رو. بعداً من فکر میکنم که آماده میشود. یک پیاله آب ایلوه میکنیم. We will put 1 cup of water into it, so it will come up. Now we'll add 1 teaspoon of salt into it. Salt. خب کمک یک قاشق. This also you can نمک ایلوه کردیم. You can reduce or increase the amount of salt as per your taste. موافق طب و ذوق گفتن، چون که ما گفتیم زنجبیل رو شما میتوانید نمک رو، اون نفرانی که کم نمک میخوان مرحمت نمک رو کم استفاده برید، اون نفرانی که زیاد میخوان موافق طب و ذوق استفاده برید نمک رو. اکنون now we will add this seasoning which we have made in پنیر، قرنفل بلغاری، capsicum، پیاز و پامیدور. اوکی. سو ایلوه میکنیم اکنون، ایلوه میکنیم و دوستان باور کنید یک نموی خیلی خوب گرفته است. نام دارد خوراک ما کدهای پنیر. برای چی کدهای؟ برای که در کدهای آماده میکنیم. خیلی خوب. اگر میشد که تنوری پنیر، این معنی اون رو داشت که در تنور پنیر رو آماده میکنیم. خیلی خوب. Thank you. Most welcome. My pleasure. I think it's gonna be very delicious. دوستان سرپوش رو محکم میکنیم. Turn off the gas. محکم میکنیم و الکای ما گرمی رو پر را خاموش کردیم. تفتون رو و for few minutes or maybe around for 1 minute we have to cover it and then we will remove the cover. تقریبا 1 دقیقه ما میگذاریم سرپوش رو، بعداً سرپوش رو میگیریم. Now we will add this kasuri methi. It is totally optional. If it is available then you can put it. If it is not, it's not necessary, but it gives a very tasty flavor, so we put it. اوکی دوستان عزیز، ما پیش از برنامه با خانم پلاوی بسیار صحبت کردیم که کدام گیاه هست. این برگ یک گیاهی است که در ما متاسفانه نیست و میگویند که اگر شما خواهید استفاده برید، اگر نخواهید استفاده نبرید، ما استفاده میبریم و اگر شخصی که استفاده برد، این بر خوراک یک بوی خیلی لذیذ، طعمی خیلی غیر عادی میدهد. برای همین الکای من بویش رو احساس کردم. باور کنید دوستان بسیار لذیذ است. Now time for my secret recipe. This is vinegar. This is soya sauce, sorry. Soya sauce I'm going to put 1 teaspoon. This gives smoky and little sour flavor for it. اکنون این میگوید که خب چی میگویند سیری پخت و پزی من است. من یک قاشقچه استفاده میبرم به اصطلاح سوی و سوس میگوییم. آنمون رو استفاده میبرد برای باز هم غیر عادی شدن خوراکش و بگویند که محض این خوراک رو جین پلاوی آماده کرده است. دوستان خیلی عالی، نمایش نیست، خیلی دوست داشتنی. Now it's ready to serve. Ready. So الکای خوراک پر را آماده شد و من با امروی پلاوی میچشم و میگویم که چگونه مزه دارد، لذت دارد. خوراک هندوستانی نام دارد. باز میگویم که کدهای پنیر. Coriander. خب کبودی رو استفاده میبریم. خب Ginger jewels. ایمبیر رو استفاده میبریم. And this crushed paneer. خب این پنیر میده کرده شده است، درباره‌اش استفاده میبریم. خیلی خوب. So now your paneer is ready. خیر. آماده شد؟ Yes, it is ready now. Thank you. So دوستان بیاید یک کار میکنیم. خنک نشود. اول میچشیم این رو، بعدا میگذاریم با خوراک دوم.
من فکر میکنم که شما با ما راضی هستید زیرا وقتی که خوراک دوم رو آماده میکنیم تا اون که آماده میکنیم این خوراک الکی چی میشود الکی خنک میشود از همین لحاظ بعد از یک لحظه برمیگردیم و میچشیم خوراک اولی که آماده کردن جین پلاوی اینم باشد کدهای پنیر است ما رو همراه باشید برمیگردیم دوستان عزیز فرصت فرا رسید خوراک اولی که من در اینجا گفتم نام دارد کدهای پنیر کدهای پنیر کدهای پنیر نام دارد و میچشیم Are you ready? Yeah. Let's begin. We can eat it with hand. With hand. Okay. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. So, Take a bite. it's spicy or not? Not very much. Oh, not very much. Yeah. دوستان I made little spicy. حالتی برنامه گذاشته بود میبینیم. Yes. بسم الله الرحمن الرحیم. How's it? How's it? Oh my god. Very delicious. Thank you. Please wait me one second. دوستان عزیز با اجازه شما باور میکنید بسیار غیر عادی است ان همون خوکه هایی که هست استفاده برده است باور کنید Eat. Relax. اوکی میگوید که بخور بچم با اشتیا باش Thank you. Even I like eating. You know? Yeah. I also don't mind eating. We can One more use bite. with rice also. Yes, this is. It goes very well with rice also. Good? Liked it? I don't like it. I liked it very much. Oh, thank you so much. Very much. Thank you so much. Very It's delicious. really my pleasure. بسیار بامزه. Oh, پلاوی جان بسیار بامزه. سلامت باشید. thank you. تن زنید. Thank you. شما مانند هستید با انامین زنهای تاجیکی ما. Thank you. سلامت باشید. بسیار یک Thank زنی you. تهمتن. Thank you so زنی much. پرهنر. Thank you very much. Thank you so much. دوستان من میخوام بسیار استعمال کنم ولی میگویم که در هر یک برنامه خوراک رو خورید ولی موافق معیارش از همین لحاظ بعد از یک لحظه برمیگردیم و آماده میکنیم خوراک دوم رو که وای ماست از محصولات های شیری چی است آماده میشود ما رو همراه باشید بعد از یک لحظه برمیگردیم تشکر که با ما هستید تا این دم الکی دیدید که کدام خوراک رو ما آماده کردیم انیخترش پلاوی آماده کردن و میگذاریم به خوراک دوم نام دارد رس ملای این خوراک بیشتر از محصولات های شیری چی میشود آماده میشود و بار دیگر میگیم که this is white flour yeah Yeah, this is Or maida or corn flour. اردی یکم است بعداً پیستا what is Pistachios. pista in Indian language It is called pista only. Pista? We call it pista. پیستا Pista. پیستا در هندوستان است پیستا بوده است پیستا خب بعدا می شود در اینجا دو نوع است گفتیم خب کردمون و کردمونی ارد کرده شده آمیخته شده با شکر کی Yes. است yes Generally, when we grind cardamom, it becomes little sticky. So that fine texture will not come. So what I do, I put little bit of sugar with that. okay So with sugar, it will mix properly and fine powder we get. اوکی سو میگوید که اگر کردمون رو خودش تنها اگر میده کنیم خوب نمیآید کمک چسبک میچسبد وقتی که ما کمک شکر رو اضافه کردیم خوب ارد میشود و بسیار زیبا میشود اوکی thank And you this is saffron, which we are going to use in this. شفران میگوییم آنامین است بسیار بوی خوش دارد دوستان عزیز بوی خوش دارد آنامین محصولات است از محصولات شیری so Yeah. Ras Malai is actually a sweet dish. It is a royal sweet dish, royal dessert. اوکی یعنی که بسیار خوراک با لذت است شیرین است It has got a lot of nutritional values because it is made up of milk only. بسیار با ارگانیسم فایده دارد و آنامون الیمنت هایی که شیر دارد از همین الیمنت ها بسیار بای است این خوراک نام دارد رس ملای So that milk is curdled, same time we are using all the ingredients which are good for health. So this is very nice for a perfect dessert it can. We can say. اساسش این است دوستان عزیز اگر اون نفرانی که خب در دهات به دنیا آمدند وقتی که شیر را مادرهایمان میجوشیدند میگذاشتند در یک طرف و آنامون قسمت بالایی شیر چی است یک قسمت بسیار غوث قیماق میکرد بگیم که آنامون از آنامون استفاده میبرند دوستان عزیز یعنی بسیار با لذت است باز همراهش پیستا
و من باوری کامل دارم که بسیار لذیذ میآید. خب so For this again, I have divided the recipe into 2 parts. خب این خوراک رو به 2 قسم جدا میکند. خب پلاوی با کدام خود؟ So for the first step, we will make this thickened of milk. Thickening of milk we will do. So that is called ras. Ras. In that we will put rasmalai balls. Okay. So دوستان I'm sorry. Yeah. So I have to translate because I can understand. دوستان عزیز من گفتم که ببخشید که خب در بین سخن‌های شما من میدونم ما در خب چی میگوییم همین نفرانی که در بین سخن می‌دارد من بخشش پرسیدم و من مجبورم که برای شما باید ترجمه کنم که سخن درباره چی می‌رود. یعنی 2 نوع شیر جوشیده شده است، یعنی هر دوشون یک شیر است، لیکن اینش هست رس از همین خوراک ما، اینش میشد ملای. We will add 1 teaspoon of vinegar into it. اوکی. خب ما در یک پیاله خوردک آب 1 قاشقچه سرکه چیکار میکنیم؟ میریزیم. حالتی که در خاندان هر یکی ما رخ داده است باری هم من فکر میکنم این حالت است باید که با دقت باشیم. هر یکی ما در خوردی میگفتن مادرمون که شیر را اهمیت ده و بعدا در 1 ثانیه الکی سر میزد. این حالت نیست در برنامه ما شد، هیچ باکی نیست، بعد از 1 لحظه همش خوب میشود. دوستان با ما باشید. دوستان عزیز اکنون پره انمین شیرها پره جوشیدند و کمک حالتی که در زندگی همون رخ میده چنین شد، ولی در یک مدت کوتاه ما برطرف کردیم. It's very okay? Yeah. Okay. Don't worry. Yeah. So the next step is When the milk is boiled, for the second step I'm talking, when the milk is boiled, we will put this وقتی که شیر میجوشد ما یک water and vinegar mixture into it آب رو till the time it gets completely curdled. با یک قاشقچه سرکه میاندازیم و میکوبیم. دوستان عزیز میکوبیم. الکی بینید که یک رنگ دیگر گرفت. دوستان عزیز کمک دیگرگونه شد و we call it chena. It will leaf like this. Chena. Yeah, chena. Yeah. Chena. It's called chena. Now we will drain with the help of strainer. I need a strainer. Okay. Strainer, Please. So, which one? This one. Okay. We'll just اکنون ما strain it. میگوییم که میپولویونیم از همین لحاظ. We will strain it. Okay. Can I help you? Yeah, sure. Thank you so much. الکی ما گرفتیم این رو، بله. We have washed it 2 to 3 times. So it 2 has. مرتبه شستیم. 1 پیاله شکر میاندازیم. Yes, we'll put it in this. Yes. In a very high temperature. Yeah, Yes. yeah. We need to boil this. We are making a sugar syrup out of it. So we have to stir it till the time it get boiling. Okay. ما میکوبیم تا اون دمی که همین شکر با آب چیکار کند جوشد. تا همون دم باید که نگاه داریم تا جوشیدنی همین آب با شکر. Yeah. So now this again we'll come on the first part. So this milk is now a little bit thickened. So we will add sugar also into it. here. So we are adding 3 to 4 tablespoon of sugar. ما 3 یا 4 قاشق چای شکر میاندازیم در اینجا. If you like more sweet, you can add more sugar into it. اگر شما خواهید موافق طعم و ذوق دوستان عزیز بسیارتر اندازید شکر رو، مرحمت اگر کمتر خواهید دلتون خواهد کمتر. Keep on stirring this milk properly. اوکی. میگذاریم که کمک آمیخته شود و دم گیرد این شیر. Can you sing during your cooking in your kitchen maybe? Yes? Yeah, What I kind of sing. song can you sing? I like romantic song. मैं रुठिया यार मनावांगी, हर चिलमन फूक जलावांगी, जब पत्थर रांझा पिघलेगा, तद मैं कमली कहलावांगी. Oh my God, دوستان तद عزیز मैं कमली कहलावांगी. بسیار خوب میسروید خانم پلاوی. So So now the
the syrup has started boiling. So we will add these chena balls into it. We have made balls actually like this. So we will do little flattening of this balls, so it will become a circular shape. Now we will put these in the boiling water. در انمو آبی که شکر انداختیم جوشیده ایستاده بود ایلوه میکنیم انمین چیز رو و الکی جوشیده ایستاده است. And we'll cover that dish. Not this one. That one. Not this one? That. خب میپوشیم سرپوش رو. So we have to cover it for 15 to 17 minutes. We need to cook these things. اکنون پورا آماده می شود گفتیم بعد از یک لحظه برمیگردیم و میبینیم که پورا آماده شده است. ما رو همراه باشید. این برنامه لذیذ است از شبکه سفینه لذیذ با جمشید. ما رو همراه باشید. دوستان عزیز بالاخره خوراک دوم نیز آماده شد. اینم نام دارد رس ملایی که بسیار نمایش زیبا است و میچشیم. Are you ready? Yes, I'm ready. Let's go. Yes. This بسم is الله my الرحمن الرحیم. favorite sweet actually. اوکی. این شیرین است گفتیم که باز پیسته دارد و پلاوی میگوید که این خوراک دوست داشته من است. بسم الله الرحمن الرحیم. This is like how can you say dessert, yes? Yeah, it is a dessert only. Dessert. It is a royal dessert. اوکی اوکی. این خوراک رو میتوانید دوستان عزیز در آخر همچون دسرت استفاده برید. بسیار لذیذ است، طعمی به خود خاص دارد. Generally we serve it after lunch or dinner as a dessert only. اوکی. So میگوید که بعد از خوراک نصف روزی یک شام این رو استفاده میبریم همچون خب شیرینی. این بسیار لذیذ است. Thank you very much. Most welcome. My pleasure. Mrs. Ҷэйн, Palavi, thank you for your very delicious dishes. Thank you so much. It It's was actually just my pleasure. ras Malai and Kadhai Panir. Yeah. تشکری زیاد گفتم من با پلاوی برای آماده کردن دو خوراک بسیار زیبا بسیار لذیذ هندویی. So at the end of our program, what do you want to say to our viewers? Yeah. I just want to say that I love Tajikistan and Tajiki people. Thank you. I feel they are very simple, hardworking and mind-blowing. Thank you. در آخر میگوید که من بسیار تاجیکستان را دوست می‌دارم، مردمی تاجیک را دوست می‌دارم زیرا آنها بسیار خوب خوش معامله هستند، مهربان هستند و مهمان نواز هستند. Thank you. We like Indian people too. They are very kind. Thank you so much. They are very just always happy. Yes. And they have very rich cuisine. Thank you so much. Thank you very much. Thanks Thank for you for calling joining me us. here. Thank you so much. اوکی. گفتم که تشکر برای دعوتتون و ما نیز تشکری کردیم از ҷэйн پلاوی. دوستان عزیز اینجا باشد برنامه لذیذ با جمشید با آخر میرسد. بار دیگر میگویم که مهمون من بودند مهمون از هندوستان ҷэйн پلاوی و خوراک‌های بسیار لذیذ را آماده کردند. من باری دارم که در آینده نیز دیگر مهمانان که به کشور ما مهمان میشوند آمده خوراک‌های لذیذ خود را آماده میکنند و ما میچشیم. حتما همیشه خوراک‌های لذیذ تاجیکی را استعمال کنید و همچنین خوراک‌های دیگر خلقیت و ملت‌ها را چشید استعمال کنید. همش موافق معیارش. خیر دوستان تا بازدید. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank Namaste. you. Namaste.